شام دیروز در دوره دور دومی گروه ب دسته منتخب ایران نظیر خود دسته منتخب افغانستان را امتحان کرد. در یک بازی سر گل ایرانی ها به دروازه افغانستان 6 توپ زده از دروازهشان 1 توپ گرفتند. این نتیجه بزرگ امکان داد که در گروه ب دسته منتخب ایران به زینه اولی جدول مسابقه خود بروید. لحظه های این وخوری را نیز منظور شما می‌گردانیم. دسته منتخب ایران گفتیم این یکی از دسته های قدرتمند آسیا است که در برابر این دسته بازی کردن خود شرف است و هر یک دسته که میخواهد با این دسته بازی کند البته از بازیگران نامی آن سردار آزمون و مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، اسدی و دیگر بازیگرانی که هستند میخواهند یک بهره برداشته باشند. خوب در این وخوری که با دسته منتخب افغانستان صورت گرفت، سفید پوشان دسته منتخب ایران فارس ها یا شیران فارس با برتری کامل سایه بودند و هجوم های پای در پایشان الکی در دقیقه 20 گل اول را و بار آورد سردار آزمون است. یک پرتوفت خیلی زیبا را از کنار چپی میدان که خیلی دور و دراز بود با ضربه سر به طور دروازه روان نمود. حالا یک بار دیگر این حالت را ما و شما با هم خواهیم دید. ضربه عالی است و جست دروازه‌بان هم اینجا کمی هم خطا بود و در نتیجه حمیدی با اشتباه دروازه‌بان راه داد. سپس بعد این گل زده شده دسته منتخب ایران یک لحظه نگذشته یک دقیقه پس حساب را الکی 2-1 کرد. مهدی طارمی اینجا امکانیت یافت که در دقیقه 21 حالا این مهدی است که با دروازه‌بان روبرو برآمد و گل دومی دسته منتخب ایران را به نشان رسانید. هجوم های پای در پای فوتبالبازان دسته ایران با کامیابی موفق می شوند و باید گفت که از بازی های پیشینه‌ای که ایران با افغانستان داشت حرف نمیزنیم. خیلی کم وخوری برپا کردن، زیرا که این هنوز دسته هست که در سطح دسته های منتخب آسیا در دیگر گروه ها با هم روبرو نشدند و اینجا باز حالا در مقابل حملگری دسته منتخب ایران قاعده بیرو می شود. ضربه پنالتی است. مهدی طارمی باز در نزد توپ است و این دفعه الکی گل سوم رو میزند. 28 دقیقه از دقیقه 20 تا دقیقه 28 فوتبالبازان دسته منتخب ایران با دروازه افغانستان 3 توپ به جواب زدند و من فکر نمی‌کنم که فوتبالبازان دسته منتخب افغانستان اینجا چاره داشتند که در مقابل ایران برابر بازی کنند. نه، هیچگاه. و اون لحظه های حالا فرا خواهد رسید که دسته منتخب افغانستان هم مثل دسته منتخب ایران خوب زیبا بازی کنند. ستاره هایش درخشند و هجوم هایشون هم گاه برقوار بود. اینجا یک هجومی فوتبالبازان دسته منتخب افغانستان رو ببینیم. این بازی رو دوور گلمرود صدلو از تاجیکستان حکمی کرد. خوب از این وخوری برخوردار شدم، زنده این بازی رو تماشا کردم. در حقیقت از قدرتمندی فوتبالبازان دسته منتخب ایران چیزی هم باید گفت که مربیشون فوتبالبازان زیاد رو عوض کرد. حالا باز یک حرکتی دیگر، باز یک حالت خوب برای علیرضا جهانبخش هم از مهدی طارمی سردار آزمون قفا نموند. او هم گل نوبتی ایران رو به ثمر رسانید. 4-0 قسم اولی وخوری با همین نتیجه 4-0 انجام یافت. اما ببینید اینجا چگونه گزارش زیبا از جانب فوتبالبازان دسته منتخب ایران به چشم رسید که در حقیقت یک بار دیگر ما خوب اینجا احساس میکنیم یک حالت نهایت خوبی بود که اینجا طارمی حتی تو رو با پایش نرساند. امکانیت داد که فوتبالبازان دسته منتخب ایران اونجا که جهانبخش بود تو به او رسد. خب هجوم در قسم دوم هم بالا به سوی دروازه دسته منتخب افغانستان بود. دقیقه 52 است و مهدی طارمی گل نوبتی خود خطریک خود را به ثمر میرسد. این گل
سه گله یعنی سه گله او در این جریان این وخوری بود و دروازه‌بان دسته منتخب افغانستان حمیدی بغیر از گرفتن توپ از دروازه‌اش دیگر چاره نداشت. و اینجا فوتبال‌بازای دسته منتخب افغانستان توانستند از ضربه استانداردی با ضربه نیویت اولی فرشاد نور حساب را تغییر دهند. دقیقه 57 است. فرشاد نور این یک گل زیبا را هم به ثمر رسانید. بار دیگر یک بار توجه میکنیم چگونه گل اولی است. اینجا حتی دروازه‌بان دسته منتخب ایران نیازمند نتوانست پیش روی این توپ رو بگیرد و 5-1 است و در این حالی که حساب 5-1 بود فوتبال‌بازان دسته منتخب ایران آخرین هجوم گل‌آور خود را هم با وجود آوردند که ما خوب اینجا میبینیم. اینجا هجوم بالای هجوم است. البته فوتبال‌بازان دسته منتخب ایران موقعیت‌های خوبی گلزنی را برای فوتبال‌بازانشون مهیا میکردن و رضا اسدی بازیگر دسته تراکتور ایران گل ششم را به نشان رسانید. به همین ترتیب حساب 6-1 دسته منتخب ایران را به اولین غلبه‌اش در جام کاف سزاوار گردانید. البته وخوری اساسی و حل کننده این گروه ب محض بازی قرقیزستان با ایران است، اما من فکر میکنم که در آنجا دشواری برای فوتبال‌بازان دسته منتخب ایران پیدا شود. طوری گفتیم امروز دسته منتخب تاجیکستان با عمان و ازبکستان با ترکمنستان به دیداری هم میروند. بازی نوبتی در این گروه روز 17 ایون در نظر است. منتخب تاجیکستان با ازبکستان و عمان با ترکمنستان قوه میسنجند. در گروه ب باشد تقدیر جای یکم را وخوری بین منتخب‌های قرقیزستان و همچنین ایران حل خواهد کرد. با این خبر برنامه امروزی خود را به پایان میرسانیم. برنامه پیش از بازی با علی شریف و بازی بین دسته‌های تاجیکستان و عمان را میتوانید از تلویزیون ورزش ساعت 18:30 مستقیما تماشا کنید. خیر تا بازدید. باقی خود را احتیاط کنید.